درود میگویم به شما بیننده‌های عزیز شبکه سفینه، چون همیشگی بعد از یک هفته رسیدیم به دیداری هم دیگر و این برنامه لذیذ با جمشید است. مهمان امروزه برنامه ما هستند غذاشناس و گیاهشناس عبدالله تشریف زاده. سلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید به استودیو مرکزی تلویزیون سفینه. خوش آمدید به برنامه لذیذ با جمشید. در آغاز چی گفتنی هستید برای بیننده‌های ما؟ قبلا به بینندگان عزیز ارجمند و مخلصان همیشگی برنامه جالب و دوست داشته لذت با جمشید گفتنی هستم که در حقیقت بهترین برنامه است و قبلا هم چون طبیب تنجی تنسیتی خانواده شما رو تمنا داریم. سلامت باشند. و یادرس میشم که در حقیقت یعنی تمام هستی انسان غذا است. انسان در حقیقت وقتی که خوراک میپزد خوراک یک لذیذ نباشه، یک بوی خوش نداشته باشد، اشتیاور نباشد با مشام نرسد، اگر در اینجا اشتیا الکای ندرست یعنی حاصل نمیشود. از نظر علمی این رو یعنی یک هورمون هست گریلین، هورمون گریلینی که الکای وقتی که ما با دماغ نفس میگیم بر رسپتورهای بینی به سر میتید و اثر به معده فرما میتید و الکای برای خوراک خوردن معده تیار میشود و این گریلین حاصل میشود. خیلی خوب. خب امروز کدام خوراک رو مدام میکنیم و من فکر میکنم که بیننده‌های عزیز به صبرانه انتظارند که امروز چی توصیه میدید گیاهشناس غذاشناس عبدالله تشریف زاده تا آماده کنیم امروز برای بیننده ها، چون ماه شهری رمضان است و حتما که خوراک باید که چی باشد بیشتر یکم باشد خوبتر است. بله و یادرس میشم قبل از اینکه به شما به سوال شما با شکل کانکریتی جواب دهم، یعنی یک علمی هست نوتریسیولوژ، علمی که اصلا غذا رو میشناسه، غذاشناسی و نوتریکوم یعنی غذا لوگ علم درباره غذا و میگه انسان اگر یعنی در یک شبانه روز باید 23 نمود غذا استعمال کند که یعنی حیات فعالیت حجره رو یعنی البته با تنظیم داره و حجره تواند که فونکسیون فیزیولوژیک خود رو اجرا کند. و 23 نمود غذایی که ما استعمال میکنیم باید که در داخلش در واردش یعنی 600 کامپوننت داشته باشد. مثلا یک شیری که ما استعمال میکنیم 1200 کامپوننت داره، یا عسلی که ما استعمال میکنیم یعنی 600 کامپوننت داره، یک چای که ما استعمال میکنیم 300 کامپوننت داره. و این ما تصمیم گرفتیم که یک خوراک خیلی بلازتی توزه تاجیکانه و قدیمی تاجیکانه ترکیه که شوربا است. و ببینید خود کلمه شوربا هم که ریشه کلمه شور است و اگر ما نمک ناندازیم اون با فکر من که اون خوراک هم بلازت نمیشه، ولی نه اونقدر نمک اندازیم که شور شود، چون که شوری بسیار هم به ارگانیسم ضرر داره. یعنی از نظر علمی یک مولکول نمک 400 مولکول آب رو به خود میجفت و وقتی که ما یعنی خوراک رو اصلا شور میکنیم یادرس میشه که فشار بلندی میشود. و از این لحاظ پیش از اون که ما شوربا رو تیار میکنیم خواهش میکنیم نمکش رو یعنی با اندازه معین میندازیم و خواهش میکنم که همچون طبیب متخصص که نمکش رو در آخر میاندازیم. به خاطر چی؟ به خاطر اون که نمک باید که ایودگردانیده شده باشد. نمک که ایودگردانیده شده است اگر ما بر وقت به خوراک اندازیم و بخ شده میرود و از این یگان فایده نمیکنه. ما امروز کامپوننت های تیار کردیم که از قبیل مثلا گوشت، روغن. یعنی بیننده عزیز برای شوربای امروزی که توصیه دادند عبدالله تشریف زاده کدام محصولات لازم است؟ اون محصولاتی که شما همه روزه همه وقته در خوراکاتون استفاده میبرید، مخصوصا در شوربا. امروز گفتن شوربا آماده میکنیم. خب گوشت گاو، بله گوشت گاو است، قرنفل بلغاری، پامیدور، پیاز، کارتوشک و سبزی و البته که خورش‌های یعنی سبزی که بعد کبودی‌هایی که بعد مثلا خوراک تیار کردن ما رو با همراهی شوربا یعنی در اونجا نانداخته الهیده استعمال میکنیم. خیلی خوب دوستان عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و من شروع میکنم به میده کردن و کدام محصولاتی را که من میده میکنم وارد دیگ میسازم. خب متخصصی ما مهمونی نوبتی برنامه لذیذ با جمشید درباره‌اش معلوماتی مفصل میدهد. ما را همراه باشید، بعد از چند لحظه برمیگردیم. اکنون شروع میکنم من از میده کردنی گوشت، چون همیشگی در اول گوشت رو میاندازیم. خب من میخواستم که شما درباره همین گوشت کمک معلومات دهید برای بیننده ها. قبل از اون که نسبت گوشت معلومات دهم از نظر علمی یادداشت میشم که اصلا یک علمی یعنی فرانسوس خیلی خوب گفته است که تمام هستی انسان قد و قامتش، زیباییش، یعنی قوت و درمان روحی، روانی، جنسی، جسمانیش و سن و سالش و مثلا عمر درازیش به واسطه از غذا وابسته است. خیر. و در اینجا یعنی یک گرمانی مادرزادی است سوپر اکسیدیسموس است که این گرمانی یعنی دراز عمری است. وقتی که مثلا در مادر جنین پیدا می شود 23 نبار خروموسومی یعنی پدری و 23 نبار خروموسومی مادر 46 نبار خروموسومی در مجموع جنین و یعنی موی شما رو پیدا میکند و ببینید که ما پیدا میشیم از مادر و انا همین یعنی غذایی که ما استعمال میکنیم اصلا یعنی تمام هستی انسان است و موفقیت‌هایش و البته حالت عصب‌هایش و هستیش یعنی همین غذا است و ما ببینید که امروز یعنی در خوراک امروزی
که شوربا تیار میکنیم خیلی بولازه است و خیلی گفتیم تاجیکانه است. گوشت رو قبل از همه پیش استفاده میبریم و البته یعنی استعمال گوشت برای ارگانیسم نهایت ضروری است. چرا؟ چون که اصلا توسط گوشت ما یعنی سفیده رو به خود میگیریم. سفیده ای که یعنی حجره حیات حجره به سفیده وجود داشته نمیتونه که در اینجا مثلا پروتئین ها است، پروتئید ها است، یعنی سفیده های سودا، سفیده های مرکب و یگانه موادی که اصلا ارگانیسم یعنی سفیده رو خوب البته که با تمام هستیش در نرم مقرری قبول میکند، ما از گوشت قبول میکنیم. درست است. و بغیر از این گوشت البته آهن دارد، خوب میکرو المنت ها دارد، خود در اونجا مثلا موشک ها است، بافته ها است که اینو برای ارگانیسم هم به واسطه لازم هستند. و ببینید جمشید جان که وقتی که مثلا ما نسبت خاصیت های شفابخشی گوشت حرف زدیم، باید یادداشت شوم که نرم مقرری دارد. استعمال تمام خوراک ها یک نرم مقرری دارد. بله، معیار خود را دارد. معیار خود را دارد. بله، مثلا نفس گرفتن ما در یک دقیقه 16 مرتبه است، در یک شبانه روز 24000 مرتبه باید ما نفس گیریم. دل ما در یک مثلا شبانه روز 100000 مرتبه میتپد و 108 لیتر خون میپرتید. دوستان عزیز، ما چیکار کردیم؟ الان من گوشت رو در یک مدت کوتاه میده کردم و کمک میتاسپد انامین دیکی ما و روغن رو میاندازیم. ادامه میدیم. خوب، البته با اجازه شما جمشید جان و چخیل که من نسبت گوشت حرف زدم که برای ارگانیسم نهایت ضرور است و البته قبل از همه هدف از یعنی سفیده این رو گرفتن هست، چون که تمام ساختار حجره از سفیده عبارت است. و ببینید که مثلا پروتئین هایی که هستن، دینکایی که هست، در یک دینکا مثلا 3 میلیارد ارینکا هست و یعنی موقع سفیده در ارگانیسم نهایت و نهایت بلند است، مخصوص محض. یعنی البته خوب مثلا میگیم که قابلیت یعنی مثلا قابلیت ارگانیسم وابسته از قابلیت ایمونیتی است، مسئولیت بدن است و انمی سفیده یعنی مسئولیت بدن رو توسط البته یعنی آنتیگن و آنتیگنی که میاد ما او رو البته با واسطه سفیده ها نصب میکنیم و انمون کفایه است هم قدر فکر میکنم کفایه است و روغن این البته به روغن گوشت رو بیرون کردن نمیشن. شاید شود یعنی خام شوربا میگن که اگر گوشت خودش یعنی که روغن داشته باشه ولی به روغن ممکن است این روغن یعنی زیتون هست و روغن زیتون بهترین از روغن هاست و ترکیبش اومگا 3 دارد. اومگا 3 یعنی البته آنتی اکسیدانتی با قوت ترین است، هم برای عصب، هم برای دل، هم برای ارگانیسم که مسئولیت رو بلند میکند، یعنی ایمونیته رو بلند میکند. بله. و ما روغن رو وقتی که میاندازیم البته گوشت رو میاندازیم و فکر میکنم که وقتی گوشت ما تور میشود خود دیگر کمپانین ها رو یعنی پیاز اینجا است، کارچکا، سبزی است، خوب یعنی قرنفل بلغاری، قرنفل شیرینک است و پومیدور است. خیلی خوب. یعنی من میبینم و پای میبرم که وقتی که شما سخن میرونید درباره همین محصولات ها و گیاه ها و غذاها با یک خواهش بلند از ته دل، یعنی شما معلوم است که معلومات پره مفصل دارید درباره هر یک غذا، هر یک محصولات، هر یک انمون سبزیجات و گیاه و میوه‌جات. خب چی شما رو وادار کرد که محض همین کسب رو شما از خود کنید؟ اول بود که مثلا باید دیگر کسب رو انتخاب میکردید و بعدا چی سبب شد که محض به این ساحه مایل بستید؟ من میخواستم همین رو کمک برای بیننده ها میگفتید که بیننده ها اکنون معلومات پیدا کنند. تشکر زیاد جمشیدم به خاطر بینندگان ارجمند و البته برنامه جالب یادداشت میشم که من قبلا شکرانه انامین دیو رو انامین وطن بیش آسو میکنم. بله. شکرانه میکنم که خداوند مادر من رو توجیک آفریده است و در این دیور زندگی میکنم. و هر لحظه نفسگیری و نفس براری هم شکر این دیور میکنم، چون که این برحق چقدر که متنال جناب والی میگوید برحق بهشت روی زمین است. درست است. بهشتی است که در حقیقت ببینید تمامی موادهای شفایی غذایی را طبیعت ما دیده دانسته برای ما یعنی به شکل البته که خوب چقدر میگویم یعنی پیشنهاد کرده است. درست است. پیشنهاد کرده است و یک علمی علمون گیوته گفته است که عقل رسا داشتن حالا معنای با عقل رو ندارد. درست است. یعنی عقل رسا رو خوب استفاده برده توانستن این است نشانه با عقل. چه گفتن اصلا جمشید جان؟ یعنی ما بایگری داریم، بله تمام بایگری ها رو داریم و ولی اگر نسبت انمون بایگری ها معلومات نداشته باشیم، نسبت خاصیت های شفا بخشش معلومات نداشته باشیم، گمان که اونو استفاده بردن نمیتوانیم. بله. از این لحاظ یادداشت میشم که در حقیقت وقتی که مکتب اینا رو ختم کردم و اول من خواستم که هواپیما شم یعنی لیوچک شوم و این در دل من بود و در حقیقت من سال 1973
با 3 نفری که یعنی از همون ناحیه بودیم با یعنی دوشنبه اومدیم. در اون وقت یعنی ولایت نبود، ولایت یعنی ختلان سال 1974 تشکیل شد. درست و است. براستی ما از کمیسیون یعنی طبیبان گذاشتیم. ما البته سوق برآمدیم وقتی که ما از طرف یعنی و این کمد میگن از طرف کمیساریات حربی. بله و این کمد حربی رفته بودیم و ما را گفتن که یعنی یک سالت نمیرسد، شما میتونید که یعنی آینده روید. و من البته خیلی خواهش داشتم ولی مادرم که بیمار بود در حقیقت خاطر انامون مادر فکر کردم که من انجینیر نه، ساختمانچی نه، باید طبیب شوم. بله. چون که همون مادر نمیشد من به دنیا نمی اومدم. همون مادر نمیشد امروزا دست دوی مادران درمان رو گرفته هم نمیتونستم. درست است. همون مادر نمیشد من این دیار زیبا رو نمیدیدم که همیشه شکرگزاری انامین دیار انامین وطن میکنم که همه مردم جهان یعنی در عشق وطن ما هستن. حتی وقتی که من با امر تقدیر البته سال 1974 آموزشگاه طبی رو یعنی وارد شدم، داخل شدم و سال 1980 ختم کرده 10 سال در ناحیه‌مون کار کردم و بعد 10 سال با اوکراین رفتم برای خواندن. حتی مردم اوکراین هم همیشه میگفت که در حقیقت وطن شما اینقدر بزرگ است، اینقدر زیبا است، اینقدر بی‌اشتهاس است و به این خاطر تنها به خاطر مادر بعد من یعنی طبیب شدم. خیلی عالی. و در حقیقت چیزی که در بالا گفتم با اجازه شما کمپانین هایی که مثلا ما امروز خوراک تیار میکنیم یعنی نسبت گوشت ما البته معلومات دادیم، نسبت روغن معلومات دادیم. حالا میبینم که شما با یک حواس بله. با یک حواس با یک یعنی هنری خیلی ولو پیاز رو ریزه کرده ایستاده و میبینم که کمی چشماتون هم آب میگیرد سببش در چیه؟ لیکن نمیگوید. یعنی ترکیب پیاز یعنی روغن افیر دارد، فیتونسید ها دارد و وقتی که انمون فیتونسید روغن افیرش میبراید بر پرده لحوب چشم میزنه سر نکسلته سر حاصل میشود که یعنی امو پرده لحوب رو البته میسوزاند. از این لحاظ یعنی تاثیر میبخشد. بله. از این لحاظ محض یعنی چشم ها آب میگیرد. ولی عجیبش اون است که فایده دارد. یعنی اگر چقدر ما مثلا بوی پیاز رو نفس میگیریم بله روغن افیرش رو فیتونسید هایش رو دیگر مثلا الیمنت هایی که در ترکیب روغن افیر مثلا پیاز هست وقتی که ما نفس میگیریم یعنی این آروماتراپی میگن در علم طب و انمون با کسل های مثلا شمال خوری فایده دارد. خب با کسل های ویروسی فایده دارد، زکام رو فایده میکند، خب آلرژی ها رو نصف میکند. در ترکیب مثلا پیاز یک مواد فعال بیولوژی از جمشید جون که گیستالین میگویند و در 5 دقیقه یعنی چوبچه یعنی سیلی رو توبرکلوز پالچکا میگویند انمون چوبچه رو نصف میکند. ببینید که 28 فوریه سال 1882 یکی از علمای یعنی آلمان نمیس یعنی روبرت کوخ این چوبچه رو یعنی از نظر علمی پیشنهاد کرده بود، کشف کرده بود و البته در دنیا خود قریبی که بعضا اپیدمی هم شده بود یک وقتایی و حاضر شکر که توسط مثلا داروهای امروزه و توسط مثلا طبیبان خدمت آنها این کسل قریب که نیست شده است البته خوشبختانه و انا همون حتی انا همون یعنی چوبچه رو نصف میکند. بغیر از این ترکیب پیاز موادهای شیمیایی نهایت بسیار دارد و مثلا کلوت اسکوربینی دارد، گروه ویتامین ها دارد و البته یعنی کالی، مگنی، کلسیم یعنی میکرو ماکرو عنصرها دارد که یعنی این الیمنت هایش وقتی که ما در خوراک استفاده میبریم بغیر از فایده ضرر ندارد. فکر میکنم جمشید جان یگانه یعنی البته مواد خوراکی که ما قریب در تمامی خوراک های تاجیکانه استفاده میبریم و به این دو مواد ما خوراک رو تصور کردن نمیتونیم. خب چی این است؟ انمون پیاز و کارتوشکا است. بله بله. انمون پیاز و کارتوشکا است و خاصیت‌های شفابخش یعنی خاصیت‌های فارماکولوژی اگر پیاز رو از نظر علمی یعنی با عزیزان دل با بینندگان از ارجمند اگر مسئله‌ای هم این معجزه هست. عموما هر یک مواد غذایی هر یک گلوگیو بغیر از نشان دادش غیر نشان داد دارد یعنی پرتپاکازانی دارد ولی این یگان غیر نشان داد ندارد. در تمام حالت‌ها یعنی میجوز پیاز در درجه 3 گرم خشک است. میجوز هزارستان، میجوز قلمفور، میجوز مثلا سرپیاز گرم یعنی در درجه 3 گرم خشک است و تمام خونیک‌های میبرد و انمون حتی تاثیر خوبی ضد باکتری و ضد ویروسی هم دارد. بله با جگر با گرده مثلا سیل رو توبت میکنیم و با واسطه پیاز معده روده رو توبت میکنیم، سلفه ها رو ترخیت برانخیت و پلیوریت ها رو توبت میکنیم و البته
рудаҳои сахшударо тавбат мекунем, иллатҳои гурдаро тавбат мекунем, варамҳоро тавассути истеъмоли пиёз мегардонем, фишорро ба танзим медарорем ва агар пиёзро мо дар об яъне реза карда ҷӯшонда як хуб ягон докаеро ё масалан материалеро борои сар гирифта буғи яъне буғшидаи бӯи буғшидаи яъне пиёзро агар нафас гирем яъне ҳам гулудардро шифо мебахшад, ҳам зукомро шифо мебахшад ва ҳам аз дарди сар озод мешавем. яъне гулудард мешаванд. мо агар пиёзро истеъмол кунем, чунки дар таркибаш миқдори зиёди кислотиҳои аскорбинӣ дорад, витамини С, решаҳои дандонро мустаҳкам мекунад, хунравиро нест мекунад, яъне гулузиндонакро нест мекунад ва сар казда аз сирхнои томедаву руда ва сахт шудани рудаҳоро ба танзим медарорад ва ҳатто ба геморӣ ҳам таъсири мусбӣ мерасонад. яъне шумо гуфтани ҳастед ки хуб аз ҳамин ғизоҳои тоҷикистони азиз, аз меваҷот, сабзавоти тоҷикистони азиз, агар ҳар як шаҳрванд, ҳар як тоҷикистонӣ истеъмол кунад дар мавсимаш самаранок, хуб ба таври кофӣ, ҳеҷ гоҳ ягон касал намешавад. бале аслан табиби ҳар кас худи ҳамун шахс аст ва масалан агар солимии ҷомеа, солимии ҳар яки мои шумо вобаста бошад, пас солимии мои шумо дар дасти худи мои шумо аст. ва бинед ки масалан қабл аз он ки мо меваҷоту сабзавоту умуман маводҳои ғизоиро ба хотири тансиятӣ, солимӣ, бардамӣ ва масалан яъне бемор нашудан истифода барем, агар нисбати ӯ ягон тасаввурот надошта бошем, мо истифода бурда наметавонем. ва ҳама чиз гап сари андоза аст. андоза нигоҳ дор ки андоза накус гуфтагӣ барем. ҳам лоиқи душман асту ҳам лоиқи дӯст. ташаккур. ва бинед ҷамшидҷон, тамоми анами меваҷоту сабзавотҳо ва доруҳое ки масалан тавассути мутахассис масалан аз дорухона мегирем, агар як ҳаб яъне як таблетка зиёд ё кам агар гирем, яъне дору вақте ки мо бисёр истеъмол мекунем, ин заҳр аст. вақте ки заҳрро дар миқдори микроскопӣ, ман аз ҷумҳурии Украина боз як илми дигар гирифтам, гомеопатия, яъне аз заҳр дору тайёр кардан аст. яъне симптом клин вишваид мегӯяд, яъне дарди бадро давои бад ҳаст гуфтагӣ, масалан аз мишаке ки яъне масалан мегирем заҳр аст, барои гурдаҳо ниҳоят хавфнок аст, барои асаб хавфнок аст, мо аз миқдори яъне гомеопатӣ, микроскопӣ ана ҳамон мишак барои худи гурда дору тайёр мекунем. бинед яъне ҳама гап сари андоза аст. ва бинед яъне дар ҳақиқат он чизое ки мо дар Тоҷикистон дорем, масалан ҳазрати Сино ҳам гуфта буд ки масалан Мечников ҳам гуфта буд ки агар ҳаво тоза бошад, ҳаво агар ифлос набошад, одам аз 100 зиёд бояд умр бинад, яъне 120 сол зиёд бояд умр бинад. хушбахтона бинед тавассути заҳмати пешниҳоди масалан мутанад ҷаноби олӣ тамоми ватани моро яъне гулу гулзор карда истодааст. дуруст аст. баъд дарахтҳо шинонда истодааст. ва бинед фитансид ҳосил мешавад. ман ҳамин арчаҳое ки дар шаҳри мо ҳастанд, дарахтҳое ки оварда мешинонанд, фитансид ҳосил мекунанд ки ин амин таркиби ҳаворо яъне вирусҳояшро, бактерияшро нест мекунад ва мегӯянд ки ҳавои тоза нафас гирифтан аз зуру беҳтару хубтар аст. биёед дар бораи анамин хӯрокҳо гап занем ки бештар кадом хӯрокҳоро шумо меписандед истеъмолашро? аслан ба ростӣ ман ширчӯй, орду фикр мекунам ки ҳам сабук ҳастанд. намедонам, бале барое ки компонентҳояш зиёд аст ва ордобе ки мо мекунем ҷамшидҷон, хоб яъне аз ҳамон сабуси сиёҳ, яъне аз сабус бошад, аз орди сеюм ва сабуси умуман сабусаш бисёр бошад, аз ҳамон агар бо майда карда агар ширшӯй кунед, чунки тамоми витаминҳоро дорад, витаминҳои гурӯҳи Б ки ин ҳам барои асаб, ҳам барои мушакҳо бисёр ҳам фоиданок аст. ва нони сафед масалан албатта барои нафароне ки хароб ҳастанд маслиҳат метиҳам, барои нафароне ки фарбӣ ҳастанд, нони сафед ин полисахарид дорад, яъне ин глюкоза, фруктоза ҳам хеле чиз дорад, сахароза, ино глюкоза, сахароза яъне полисахарид аст, зуд ҳазм мешавад, зуд фарбӣ мекунад. масалан нафароне ки бо амри тақдир касали қанд доранд, ҷамшидҷон, мо маслиҳат наметиҳем ки нони сафед хӯранд, қанд хӯранд, шакар хӯранд, асал хӯранд, чунки яъне дар он ҷо инсулин дар хун кам ҳаст ва қанд ки зиёд мешавад, албатта ки яъне як ҳолати комавида меғалтад, гипергликемия ком мешавад. ва помидоре ки масалан шумо ози реза карда андохтед, албатта ба бинандагони аз арҷуманд маслиҳат метиҳам ки дар ҳақиқат хеле мӯъҷизанок аст, 98% об аст ва дар ин ҷо калий, калтсий, магний миқдори зиёди оҳан дорад ва албатта нафароне ки 14 намуди анемия аз назари илмӣ мешавад, камхунӣ, яъне истеъмоли помидор беҳтарин аст. рудаву меъдаро мулоим мекунад. дар ин ҷо ғоз яъне нах клетчатка дорад, пектин дорад ва онҳо рудави меъдаро мулоим карда ҳаракати рудаҳоро хуб мекунад. ҳамун заҳру зукоме ки
یعنی کلمه شیرین تاجیکانه است زهر زکام گفتن خلسیرهای پاتولوژی را میگیم بله. تریگلیسیریدها رو میگیم امیاک ها رو میگیم چخیلی که من گفتم وقتی که ما نسبت گوشت حرف زدیم جمشید جون وقتی که ما گوشت رو زیاد میخوریم یعنی امیاک پیدا میشود از مقدار زیادی سفیده چون که اگر شما 80 کیلوگرم باشید خب مثلا 80 گرم سفیده در یک شبانه روز لازم است مقدار زیادی سفیده در ارگانیسم هضم نمیشود خب ارگانیسم در یعنی اتوماتیک چون که ما رو سیستم عصب تالاموس هیپوتالاموس هیپوفیز یعنی اینها غدودی مثلا سپر شکل از اینجا خیلی یعنی تاثیر خوبی مثبت میبخشد نمیگذارد که مقدار زیادی یعنی سفیده در ارگانیسم جمع شود اون رو به واسطه جگر و تلخه میبرد و در درجه تلخه گرده ورم میکند از این لحاظ مثلا کربوهیدرات چرب ها اینها جمع میشوند اینها فربه میشوند جمع میشوند یک جگر فربه میشود لیکن سفیده رو ارگانیسم راه نمیتید و چخیلی که من گفتم پومیدور این بسیار هم کامپوننت های زیاد دارد و استفاده بردن پومیدور در شوربای ما بهترین وسیله خوب است اول ما چیکار کردیم بعد از تثبیتیدن روغن رو انداختیم بعدن گوشت رو تشریف زده درباره گوشت گفتن که کدام کامپوننت ها رو دارد کدام خب انمون میکرو المنت ها رو دارد و بعدی وای پیاز رو انداختیم بعداً زودکک پامیدور رو اکنون قلنفور بلغاری رو میاندازیم که درباره‌اش معلومات میدهند مهمانی ما مرحبا خوب با اجازه شما جمشید جون وقتی که نسبت یعنی من نسبت البته میجوز حرف زدم باید یادداشت شوم که خودی ماه بزرگ شریف رمضان که البته یعنی ما میگیریم البته رمضان روزه خودش تربیت هست تبابت هست طاقت است صبر است یعنی ما صبر رو میآموزیم طاقت رو میآموزیم روزه نیم از باوری است یعنی پلاوی نداوری میگن روزه نیم از باوری است و ما ارگانیسم رو با واسطه یعنی عصب با واسطه حالت روح روانی یعنی صدقاً ما باید روزه گیریم که بیمار نشیم اگر نفری هست که میبخشید مثلا از خوب ترس و وایمه سرخ شتومانی و پدر و مادر روزه میگیرد او کسل میشه چرا چون که او تیار نیست از نظر روانی پسیکولوژی تیار نیست وقتی که ما مثلا میگیریم روزه میجوزش در کدام فصل نباشد سرد خشک است جمشید جان به خاطر چی سرد است به خاطر اینکه ما خوراک نمیخوریم انرژی پیدا نمیکنیم باید ما 1400 1500 کیلوکالری انرژی حاصل کنیم و همون انرژی ما استانسیای الکتریکی ارگانیسم در میتخوند در حجره است اتف حاصل میشود باید ما انرژی حاصل کنیم که توسط انرژی حجره ما یعنی البته کار کند و ببینید یعنی روزه ما چخیلی گفتم در تمام فصل سال اگر ما روزه گیریم اگر 36 سال در کار است که ما یک فصل سال پوره رو یعنی روزه‌دار باشیم چون که در روز پس میبیاد که درست است گوش که جمشید جون یادداشت میشم که در کدام فصلی که مثلا روزه اگر نباید میجوزش سرد خشک است سرد برای اون است که ما غذا نمیخوریم انرژی نمیگیریم خنک میخوریم و خوش برای اون است که ما آب نمینوشیم بله و البته باید که مثلا 60-65% ارگانیسم انسان آب باشد و روزه هم مثلا برای مادران حامله‌دار ممکن است برای مادرانی که مثلا فرزند زاییدن ممکن است چون که در اونجا فرزند باید غذا خورد برای نفران کسلمند ممکن است برای کسلی روح روانی ممکن است برای مثلا کسلی سیل توبرکلوز ممکن است برای از یعنی از 75 80 از 80 بالا ممکن است و برای کسل قند بینید در یک شبانه روز قریب 20 لیتر آب می‌نوشد میبخشید اگر ساخن دیابت باشد اگر نه ساخن باشد قند اگر از نرم پس باشد یعنی از 3 دو در اینجا قریب 23 لیتر 25 لیتر آب می‌نوشند و ببینید عجیب است که فقط شیرینی استعمال میکنند فقط منم قند و عسل و انگور و چیزهای شیرین اگر استعمال نکند و به هلاکت میرسد یعنی نه ساخن دیابت هست ساخن دیابت است و برای همین در فصل انا البته که رمضانی که مثلا ما افطار میکنیم باید که اول موافق مثلا معلومات های مثلا طبی که ارگانیسم زور نیاید اول باید که یک مثلا سوکی لبلبو شربتی لبلبو شربتی مثلا میگیریم که سبزی استعمال کنیم بعد 25 دقیقه بعد ما خوراک یکمی سبو قبول میکنیم چرا وقتی که ما حتی میبخشید مدنیت خوراک رو اگر ندونیم یک نوله رو ما در دهان وقتی که میاندازیم جمشید جان یک نوله رو میاندازیم یعنی باید از 30 تا 50 مرتبه ما رو خویده یعنی اردوب کرده بعد فرو بریم چون که در ارگانیسم دو پروسس است پروسس خوراک خوری که اسیمیلیاسیون است و پروسس هضم شوی که پروسس دیسیمیلیاسیون است ببینید در پروسس خوراک خوری شربت یعنی غدودهای دهان غدودهای بالای گوش زیر زبان تگ زبان حاصل می شود در اونجا مثلا فرمنت ها امیلاز هست مالتاز هست که گلوکوز و فروکتوز ساکاروز را مثلا رشپلات میکنه هضم میکنند بعدا در اونجا
خب البته لیزاتسین هست. لیزاتسین یک فرمنتی هست که الکای در دهان این پروسس گذاشته ایستادن باکتریاهای انا همین، یعنی که غذا و باکتریا دارن. ما نمیدونیم که مثلا از زمین همین مول سرخت میگن، ریدیسک میگن که حالا در بورش اینشو حرف خواهیم زد. مثلا ما نمیدونیم که این از نقطه نظر سانیتاری گیگینی تو چی اندازه توزیع کرده و ما روان شده است. یا که مثلا کرم های پاتولوژی دارن که مثلا 154 نمود کرم های پاتولوژی در جهان است. در تاجیکستان ما از نظر معلومات علمان گلمینتولوژ ها 20 نمودی کرم های ضررآور است. اما لیزاتسینی که در آب دهان ما هست باکتری رو میکشد و البته موتسین هست. المنت موتسین فرمنت هست که نولایی که ما استعمال میکنیم برای فرو بردن تور میشن. ببینید بالای نولا با یک شربتی یعنی شیرمانند یعنی پوشانده میشود. وقتی که ببینید طبیعت خیلی عجیب است. این همه بر وقت فکر کرده برآمده شده است. وقتی که ما با این فرو میبریم در سرخنوی ما اون مثلا سخت باشه اگر میخراشد، بله سخت باشد میخراشد معده رو مثلا سرخنوی رو یعنی موتسین ملایم میکند و بعد 15 دقیقه که ما خوراک رو استعمال میکنیم یعنی بعد 15 دقیقه الکای بعد هضم شویش سر میشود. در معده باشد خوب البته پپسین هست، در معده البته کسلت خلوریت هست، سالیان کسلت هست که یعنی باکتریا رو میکشد. اکنون دوستان عزیز پورا محصولاتی که بود انداختیم و پورا مفصل معلومات دادند عبدالله تشریف زاده درباره این محصولات و برمیگردیم و میبینیم که چگونه خوراک ما آماده شده است. دوستان عزیز بعد از یک لحظه برمیگردیم، ما رو همراه باشید. لحظه فرا رسیده است بیننده عزیز که من خب بکوسه میگیرم و مهمانی ما درباره انامین چی میگویند؟ کبودی ها مختصر یک معلومات میده. تشکر زیاد. از اون دل درست میشم که البته بعد برداشتن شوربا و البته یعنی ما کبودی ها رو یعنی البته در اینجا گاشنیچ در اینجا خوب البته یعنی پیاز هست و در اینجا یعنی سالت خوریش هست و خوب در اینجا البته پتروشکا است و ببینید نسبت خاصیت‌های شفابخش این سبزیجات ها مثلا گفتن ممکن است که یک کامبیناسیون یعنی یک داروخانه است که پر سراسر از ویتامین ها، کمپانین ها، سفیده ها، روغن افیر، امینوکسیلات ها و البته یعنی اون چیزی که برای ارگانیسم لازم است یعنی پکتین ها است، کلتچاتکا دارد و در حقیقت یعنی خاصیت‌های نهایت بلند خوبی ویتامینی دارند و به خاطر اون که پکتین دارد یعنی مینازید دارد، خلین دارد و یعنی معده روده رو تازه کرده یعنی هضمی که مثلا ما خوراک میخوریم هضم رو خوب میکند و برای از روده ها بیرون برآوردن مثلا خوراک هضم شده یردم نهایت خوب میرسوند که به مثلا میگیم که خورش این سبزیجات ها مثلا خوراک رو تصور کردن ممکن است و بعد شوربا رو استعمال کردن اگر ما از این یعنی سبزیجات ها از این خورش رو استفاده بریم نهایت و نهایت یعنی خوب است. بینید بیننده عزیز که چگونه است، چگونه خوب و نمایش نیز خوب آماده است و باور کنید بویش نیز خیلی خوب هست. و مختصر در آخر برای بیننده عزیز چی گفتنی هستید؟ خوب بیننده ارجمند یا درست میشویم که البته شما در خاتمه این نمایش امروزه ما که مثلا لذت با جمشید بود و در حقیقت هستی انسان از خوراک وابسته است یعنی برای بیماری ها رو پیشگیری کردن این غذا لازم است و این غذا وابسته به مجاز باید باشد، مقدار داشته باشد و همون طرز خویدن سراسیمه نشدن و وقتی که ما غذا میخوریم باید که تلویزیون رو کشیم. بله چون که یعنی نگاه کردن یعنی با هیجان احساسات دادن نشیم. حتی میگن که وقتی که حرارت دارید حرارت بلند است غذا خوردن ممکن است. وقتی که خوب سخت شیرین دارید اول خوب کنید بعد غذا خورید تا چی اندازه یعنی غذا یک یعنی البته که مسئولیت بلند برای ارگانیسم هست و به غذا انسان خود رو البته یعنی زنده و سوق سلامت البته تصور کردن نمیتونه. بله. و ما میدونیم که یعنی جمهوری ما که تمام موادهای شفایی غذایی طبیعی رو پیشنهاد ما کرده است ما میتونیم که از همین غذاها استفاده بریم و ایمان کامل دارم که هم دردها رو یعنی پیشگیری میکنیم و البته که بیمار نمیشه و حالت عمر درازی است. باز تکرار میکنم که سالمی جامعه اگر از سالمی ما وابسته باشد سالمی ما در دست خود ما است و 80% سالمی ما از غذا وابسته است.
اساسی یعنی سالمی از غذای سالم وابسته. تشکر زیاد و بیننده‌های عزیز بار دیگر میگویم با مهمون خود که خوش آمدید، بار دیگر ایسار سپاس که اومدید و توصیه‌های خیلی خوب دادید وابسته به همین غذاها و محصولات و سبزواتی که در همین شوربا ما استفاده بردیم. و بیننده‌های عزیز در همینجا برنامه نوبتی لذیذ با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سالم باشید و غذاهای بسیار خوب فایده‌آور را استعمال نمایید. تا دیدار، خیر.